و سوالی که تو ازت خودت باید بپرسی، خودتو به خریت نباید بزنی. این سواله. محبوب ترین آدم تلویزیون، کسی که 4 سال در سیاست جلوتر از بقیه است، چرا رسانه نداره؟ چرا مجاهدین خلق به شدت با رسانه دار شدن لیدر ریاست مخالفن؟ چرا رضا پهلوی در پشت پرده همراه فرشکر به شدت حمله میکنه به ریاست و نمیخواد ریاست رسانه داشته باشه؟ چرا اصلاح طلب ها تمام قواشون گوشن که من رسانه نداشته باشم؟ چرا فقط فیسبوک و توییتر و صفحات مجازی ما بسته میشه و تمام بقیه صفحات اینستاگرام 50,000 تایی و 100,000 تایی که تو زندگی در خوابم نمیدید رضا پهلوی رو میبینه؟ جواب ساده است و یک جمله است. تنها راه نجات فقط اپوزیسیون میلیونی ریاست است.